راز ساخت روابط سالم و تاثیرگذاری که زندگی تو تغییر میده. سلام دوستان عزیزم. خوش اومدید. ممنونم که کانال تولدی دوباره را دنبال میکنید. ما هممون به دنبال روابطی هستیم که نه تنها به ما احساس خوشبختی و آرامش بده، بلکه بتونه زندگیمون رو به سمت رشد و پیشرفت هدایت کنه. ولی سوال اینجاست که چطور میتونیم روابط سالم و مثبت بسازیم که واقعا تغییرات بزرگی در زندگیمون ایجاد کنه. تو این ویدیو یکی از مهمترین اصول موفقیت و خوشبختی میپردازیم. ساخت روابط سالم و مؤثر. شاید باورش سخت باشه، اما روابط ما میتونن مسیر زندگیمون رو به کلی تغییر بدن. بیایید با هم بررسی کنیم. چطور میتونیم روابط سالمی بسازیم که نه تنها ما رو به موفقیت نزدیکتر کنه، بلکه به دیگران هم کمک کنه تا بهترین نسخه از خودشون رو بشناسن و پرورش بدن. قبل از هر چیز باید خودمون رو بشناسیم. وقتی که خودمون رو درک کنیم و از درون به خودمون احترام بذاریم، میتونیم روابط بهتری با دیگران بسازیم. چرا؟ چون با اعتماد به نفس و احترام به خود میتونیم در تعاملاتمون صداقت و صمیمیت داشته باشیم. به جای صحبت کردن زیاد، باید یاد بگیریم به طرف مقابل گوش بدیم. گوش دادن فعال، یعنی توجه کردن به حرفهای طرف مقابل و نشان دادن اینکه براشون ارزش قائل هستیم. وقتی به دیگران گوش میدیم، احساس میکنن که مهم هستن و این باعث میشه رابطمون عمیق‌تر بشه. اگر بخواهیم روابط سالمی بسازیم، باید صادق و شفاف باشیم. هیچ چیزی بدتر از این نیست که در روابطمون پنهانکاری و دروغ باشه. وقتی با دیگران صادق باشیم، روابطمون از هر گونه تردید و شک دور میمونه و باعث میشه اعتماد بینمون بیشتر بشه. برای داشتن روابط سالم باید مرزهای شخصی رو رعایت کنیم. هر فردی نیاز به فضای شخصی داره و باید به این نیاز احترام بذاریم. وقتی که حریم خصوصی یکدیگر رو احترام میذاریم، روابطمون قوی‌تر و سالم‌تر میشه. در روابط سالم همیشه باید از یکدیگر حمایت کنیم. وقتی که در سخت‌ترین شرایط زندگی همدیگر را حمایت کنیم، این روابط تبدیل به منبع قدرت و انگیزه میشه که میتونیم ازش برای رشد شخصی و جمعی استفاده کنیم. هیچ رابطه‌ای بدون چالش نیست. وقتی با مشکلی روبرو میشیم، به جای فرار از اون باید بتونیم راه حل‌های مؤثر پیدا کنیم. این به معنی نیست که مشکلات رو نادیده بگیریم، بلکه باید به شیوهی مثبت و سازنده باهاشون برخورد کنیم. به یاد داشته باشیم که برای داشتن روابط سالم باید خودمون رو همواره بهبود بدیم. وقتی که هر فرد در رابطه به رشد شخصی خودش توجه داشته باشه، رابطه خودش هم بهتر و سالمتر میشه. در واقع با تغییرات مثبتی که در خودمون ایجاد میکنیم، میتونیم تاثیرات مثبت بیشتری در زندگی دیگران بگذاریم. برای ساخت روابط سالم و تاثیرگذار، باید مهارت‌های ارتباطیمون رو تقویت کنیم. این یعنی توانایی ابراز احساسات، افکار و نیازها به گونه‌ای که باعث رشد و تحکم رابطه بشه. مهارت‌های ارتباطی خوب کلید روابط موفق و پایدار هستند. در نهایت روابط سالم زمانی ساخته میشن که احساسات و همدلی در اونها وجود داشته باشه. باید بتونیم با همدیگه همدلی کنیم، از احساسات طرف مقابل آگاه باشیم و درک عمیق‌تری از همدیگه داشته باشیم. روابط سالم و مؤثر نیاز به زمان و توجه دارند. این به معنی وقت گذاشتن برای همدیگه و اختصاص دادن زمان کیفیتی برای تقویت رابطه است. با گذر زمان میتونیم در روابطمون عمیق‌تر بشیم و پیوندهای مستحکم‌تر ایجاد کنیم. ساخت روابط سالم و تاثیرگذار نه فقط برای موفقیت شخصی، بلکه برای رشد و خوشبختی در زندگی ضروریه. هر روز با یادگیری این مهارت‌ها میتونیم روابطمون را بهتر کنیم و در نهایت به زندگی با کیفیت تری دست پیدا کنیم. یاد بگیر که چگونه روابط سالم بسازی و تأثیر مثبتی در زندگیت بگذاری.